درود شنونده های گرامی. سلسله گفتارهای خوانش بدیعی. با توجه شما رمانی کیفری دلوری میرزا در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان لولاخان ستاری. آغاز گفتار 13. 22 فوریه سال 1921 بعد جنگ‌های طولانی اعلامیه فوق‌العاده سیاسی جمهوری خلقی شرق بخارا و کمیته مرکزی بخارا با سروری سعدالله ترسونخواجیف وارد دوشنبه گردید. مردم کمبغل که تا امروز درباره لشکر سرخ خبرهای خوش شنیده بودند با خوشنودی آنها را پیشواز گرفتند. سعدالله ترسونخواجیف بعد یک روز استراحت فرماندهان را به حضورش دعوت کرد و فرمان داد که برای دستگیر نمودن امیر زودتر به راه برآیند. کسی انیق نمی‌دانست که عالم خان به کدام طرف فرار کرده است. پیگیران پیش را گم کردند. قسم خبر آوردند که امیر جانب فیض آباد رفته است. دیگری از گفت مردمی محلی خبر داد که او را در راه کولاب دیدند. بعد محاکمه تحلیل همه طرفه فرماندهان به خلاصه آمدند که امیر را با دو راه دنبالگیری کنند. همین بود که از دوشنبه عسکران سرخ دو قسمت شده به واسطه فیض آباد و وخش راه پیش گرفتند. قسمت اولی عسکران سرخ از فیض آباد به دو سمت روان شدند، جانب کولاب و سمت قراتگین. قسمی که به طرف قراتگین می رفتند 16 مارس آب گرم را ضبط نمودند. 23 مارس سال 1921 به هیچ مشکلی وارد گرم شدند. عبدالحفیظ خان که در اختیار چندان قوه کرایی نداشت چند روز پیشتر به حضور عالم خان رفته بود و حکومت قراتگین را کسی اداره نمی کرد. در غرم کمیته انقلابی تأسیس یافت. رئیس آن عادل جان عمرف تعیین شد. عادل جان از شمار بلشویکان صاحب تجربه بود. تجربه خوبی سروری داشت. مناسبت مردم محلی با عسکران سرخ بد نبود، ولی دشمنان بلشویکان در بین مردم فعالانه کار می بردند. بین عامه خلق آوازه های دهشت‌زا پهن می شد. نصرت الله مقسوم در این دوره نماینده کمیته خوراکواری جمهوری خلقی شوروی بخارا عاید به تأمین قسم‌های ارتش سرخ در غرم بود. وی در دیار خیش یار و دوستانش را پیدا کرد و با آنها درباره بنیاد دولت شوروی که دولت مردم کمبغل بود معلومات میداد. آنها را به آینده نیک و زندگی آسایشته دلگرم کرد. در نتیجه کاردانی و عقل و ذکاوت او قسم‌های عسکران سرخ با آذوقه منتظم تأمین می شدند. در برابر مصادره اموال ثروتمندان بعد صحبت‌های نصرت الله و همراهانش با دهقانان میان حال عاید به مقصد و مرام بلشویکان، خود دهقان‌ها اختیاراً یک مقدار غله و دیگر محصولات خوراکواری می آوردند. یاکوف ملکوموف می خواست هرچی زودتر در قراتگین دولت شوروی را برقرار کند. با این خاطر پالک یکم را تحت فرماندهی کراسیلنیکوف با مقصد محو نمودن چرمت و نفرانش به طرف جرگتال فرستاد. قسم دیگری عسکران سرخ به طویلدره رفتند. همین دوره بود که حاکم مسجد سید احمد خوجه برای یاری به حکومتداران قراتگین تحت سروری فرزندش عبدالحفیظ 2000 سرباز فرستاد. وقتی که خبر هجوم مسیحی ها به غرم رسید، پالک یکمی سواره شرمد را از لخش بیرون برآورده به طرف کت قرمیق پیش میکرد. در قلعه غرم قوه سرخا کم بود. ملکوموف خوب میدانست که آنها در مقابل مسیحی ها ایستادگی کردن نمیتوانند. وضعیت ناگوار به میان آمد.
فرمانده اسکران سرخ غافلگیر شده بود. شماره دشمن و سلاح او معلوم نبود. در قلعه همگی 40 نفر اسکر، گروه طبیبان و زخمداران بودند. راهبران کمیته نو تأسیس نیز آنجا آمدند. یک پولمیات مکسیم در اختیار داشتند. ملکوموف زردستانش را برای مشورت به حضورش پذیرفت. چی باید کرد؟ زیر لب شیراز زد فرمانده. گمان نداشتم دشمن ما را در غفلت گذاشته با قوه زیاد به غرب هجوم می نماید. من در این باره فکرم را پیشتر گفته بودم. رفیق ملکوموف کمی آتشین شده به فرمانده روی آورد. عادل جان، گفته بودم که تا روشن نمودن وضع باید تمامی قسمهای لشکرمان در شهر غرم و دهه‌های اطراف وی به مشق و استراحت مشغول شوند، ولی شما این پیشنهاد را ناشنیده گرفتید. چی علاج؟ آرامانه پاسخ داد ملکوموف. میخواستم یک بار سراسر قراتگین را از دشمن تازه کنیم، لیکن تیرمان خطا خورد. ما باید پالک یکم را به قفا برگردانیم. به سوال فرمانده گویا پاسخ گفت عادل جان، اگر آنها قلعه را به دست بیاورند گروه بندی دشمن زود به وجود می آید و پالک یکم در محاصره می ماند. فکر عاقلانه اما جوانمرد جسور و چالاک رازم که زودتر فرمان مرا به رفیق کراسیلنیکوف برد. من می روم. از جا برخواسته گفت اسرائیل، راه را نغز می دانم و در اکثر دهه ها یارو آشناهایم هستند. باز یک علاقچی دیگر لازم. به علامت تصدیق سر جنبانده علاوه کرد فرمانده. خبری حمله مسیحی ها را باید به سربازانی که در دهه یافوت جای گرفتن رساند. آنها به طرف طویل دره حرکت را قطع کنند و برای از پشت به دشمن ضربه زدن تیاری بینند. یک جوان مرد همراه من است. از جا برخواسته پاسخ داد عمرف. این مرد از دهه نشیریان محمد صالح میراخور است. به وی باور کردن ممکن است؟ با تعجب پرسید فرمانده. آخر وی منصبدار امیر است، چرا باور نکنیم؟ به صحبت همراه شد نصرت الله مقسوم. محمد صالح با وجود میراخور بودنش از جانب عملداران کلانتر رنج زیاد دیده است. عثمان هم او را در قطار منصبداران حاکم عذاب و شکنجه نمود. بعد فهمیدن حقیقت از جانب مردم کاچان محمد صالح را از اسارت رها کرد. این مردک یکی از دلیران دیار ماست. همیشه دشمن امیر و جانبداران امیر بود. بارها با وی صحبت داشتم. با عسکر سرخ باور دارد و به پناه ما آمده است. یک امتحان کنیم. اگر دلش صاف باشد نزد عسکرها رفته خبر را می رساند و آنها را همراه گرفته می آید. اگر خائن باشد زود فاش می گردد و ما به تیزی از وی خلاص می شویم. به فکرم نه همه آنهایی که در وظیفه های دولتی امارت کار می کردن دشمنی ساختی نو می باشند. بعضی منصبداران مجبور بودند که به خاطر دریافت 4 تنگه و تأمین روزگار خانواده کار کنند. کم هم باشد هستند جوان مردانی که از امیر و دولت وی بیزار بودند، ولی از این بی علاجی به خدمت ظالمان میان بستند. خیر، این حال ما به جز وی دیگر شخصی با اعتماد نداریم. ناعلاج راضی شد فرمانده. اکنون مسئله با کدام راه از قلعه برآمدن قاصدان به میان آمد. کار کردن در کرکی دشمن برآمدن آنها را نبیند. نصرت الله مصلحت داد که شبانه براه برآیند. وی به دست آنها 2 مکتوب داد و تأکید کرد که در دهه نودانک همین شخص ها را یافته نامه ها را به دستشان می دهند. آنها شما را با اسب و خوراک تامین می کنند. عبدالحفیظ از 4 طرف قلعه را به محاصره گرفت. تمام سربازان او با کارد و چوب دسته مسلح بودند. از حساب مردم محلی ضد ساخت نو آدم کم پیدا شد. به صف لشکری عبدالحفیظ همگی 40-50 نفر پیوستند. ما کافران را با دست لوچ مغلوب میکنیم. بین سربازان گشته می گفت عبدالحفیظ.
آنها از گرسنگی ناعلاج تسلیم می شوند. دست برداشته از قلعه بیرون می برایند. صاحب سلاح می شویم. دشمن را تا دوشنبه سرکوب می کنیم. دل را قوی دارید. محاصره 6 روز طول کشید. عسکران سرخ با آب و نان تامین بودند. از محاصره آنقدر تشویش نمی کشیدند. روز هفتم هنوز پرده صبح ندریده بناگه از جانب شرق صدای تیرپرانی به گوش رسید. تیرپرانی لحظه به لحظه اوج می گرفت. ملکوموف به دیوار قلعه نزدیک شد. از شادی دلش لبریزی فرح گشت. فرمان داد که پولمیات را به بالای دروازه قلعه گذارند و دشمن سراسیمه گشته را به نشان بگیرند. صدای داد و فریاد زخمداران و شیهه اسبان ترس برداشته فضای تنگ غرب را پر کرده بود. ساعت پس از طرف غرب نیز آواز تیرپرانی به گوش رسید. مسجاهی ها که به عسکران سرخ نزدیک شدن نمی توانستند یگانه علاج خلاصی را در گریختن دیده به طرف دیهه های بیدک حلقرف نشیریان فرار کردند. آنهایی که از طرف غرب به قلعه نزدیک شده بودند با صد علاج صف عسکران سرخ را در رانده در پناه شب تار جانبی بونی صفیان گریختند. میخواستند به واسطه دره کمراف جان به سلامت برند. قلعه نشینان نیز اکنون سلاح به دست گرفته از دروازه بیرون برآمدند. جنگ در دامنه سفید کوه و پهنای نشیریان و حلقرف و بیدک اوج گرفت. عبدالحفیظ سوار اسب تلاش میکرد که سربازانش را به میدان جنگ برگرداند، ولی کسی به حرف او گوش نمیداد. نزدیکی های دیهه نشیریان او تیر خورد و از اسب سرازیر به زمین غلطید. عسکران سرخ که گرم جنگ بودند شمشیرها را به دست گرفتند، به دیهه ها وارد گشتند. آنها قطار مسجاهی ها مردم محلی را نیز که لباسشان هم رنگی به سربازان مسجاهی داشت به ایبا سر می زدند و آن لحظه که زنده مانده ها گریخته از دم شمشیر جان به سلامت بردند، عسکران سرخ به اشتباه راه دادند که در آینده برای آنها گران افتاد. از نشعه ظفر به دیهه ها در آمدند، مردان محلی را پراندند و اموال ایشان را غارت کردند. چندین خانه ها را در دیهه های اطراف شهرک غرم آتش زدند. نصرت الله مخصوم از این کردار عسکران سرخ سخت به غضب آمد. با دماغ سوخته به نزد ملکوموف آمد. کار خوب نشد رفیق فرمانده. با این رفتارمون دل مردم را از حکومت نو خنک میکنیم. مقصدی بلشویکان تأسیس یک دولت کمبغل پرور و عادل است، اما رفتار عسکرانی که ما همراه آوردیم به منفیت بلشویکان نیست. با چنین رفتارشان جنگ است رفیق مقصوم. آدم سری خرچ کارهایی نمی کند. گمان میکنی من افسری صاحب تحصیلات از رفتار عسکرها خرسندم؟ صبر کن، گناهکاران را پیدا کرده جزا میدهم. غلاکاری کرده خلق را به جای زیستشان برگرداندن لازم. کاری میکنیم که این علم را از دل مردم براریم. آخر گناه عسکران هم نه. اگر در صفشان مردمی تهجایی بیشتر می بود شاید چنین حادثه رخ نمیداد. سر و لباس مردم شما به سربازان مسجاهی مانند. فرق کرده نتوانستند. مسجاهی ها خیش و تبار مایند و مردم تاجیک در کجایی که باشند سر و لباس یخیله دارند. شما این را هنوز هم نمی دانید. کار شدگی شد. آب ریخته را جمع کرده نمی شود. غم آینده را خوردنمون لازم. نصرت الله مقصوم دیگر پاسخ نگفت. او غرق اندیشه های خیش بود. چرا ما صف عسکران خود را از حساب مردم محلی پر نکردیم؟ می اندیشید در دل. مگر مردکارانی که از وطن دور در خانه بیگانگان خدمتگاری میکنند
نمی توانند مثل مزدوران روس بهترین جنگاور شوند؟ این تجربه را خانهای بیگانه در گذشته نچندان دور سنجیدند. از مردی کوهستانی دیده جنگاوری دلاور و بیباک پیدا نکردند. حیف که صف اختیاریان هنوز کم است. روز دیگر با تشبس نصرت الله مقسوم شخصان آبرومند وادی به دهه‌های ضرر دیده تقسیم شدند. با مردم واخورده صحبت کردند. سبب‌های رخ دادن چنین مناسبت را فهماندند. خود نصرت الله مقسوم دهه به دهه گشته با ساکنان محلی واخورده پند و اندرز می‌خواند. به ایشان می‌فهماند که عسکران سرخ در سیمای مردم تهجایی گمان سربازان مسشاهی را کردند و توانست مردم علمزده و به غضب آمده را که میخواستند به صف قوه‌های ضد شوروی همراه شوند به جایهای زیستشان برگرداند. عادل جان عمرов با منتداری دست او را فشرد. تشکر به شما رفیق مقسوم. اگر این کار را نمی کردید صف دشمنان ما در این دیار خیلی می افزود. ما اکنون اشتباهمان را پی بردیم. از این به بعد کار کردنمون در کار که جوانان تاجیک در صف عسکران سرخ بسیارتر شوند. تنها در همین صورت می توانیم باوری مردم این دیار را بیشتر به دست بیاریم. مردم پی زندگی آسایشته شدند. در این دوره در سراسر جمهوری خلقی بخارا حرکت ضد شوروی اوج گرفت. فرماندهان عسکران سرخ مجبور شدند که قسم‌های در قراتگین بوده لشکرشان را برای پخش نمودن شورش به قفا برند. کمیته انقلابی غرب نیز فعالیتش را ماه اپریل سال 1921 قطع نموده موقتاً به دوشنبه برگشت. шунавандаҳои гиромӣ, шумо рамани кайфари диловари мирзоро дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон лолахон сатторӣ шунидед. муҳаррир обиҷон саидзода, коргардон ануша хуҷамова. ин гуфтор соли 2024 сабт шудааст. анҷоми гуфтори 13